سلام، پیمان هستم. به چنل دنیای ماشین کلاسیک خوش اومدید. شورولت کاپریس کلاسیک بروگام مدل 1987، یک خودروی کلاسیک پرطرفدار. لطفاً گوشیتون رو به حالت افقی قرار بدید، بریم که یک تایم لپس زیبایی از این خودرو رو ببینیم. شورولت کاپریس یکی از مدل‌های پرطرفدار بین ماشین‌های کلاسیک محسوب میشه. دوستان، یکی از اهداف من توی این چنل اینه که جدای از مشخصات فنی و غیره این ماشین‌ها، کنار هم از دیدن این ماشین‌ها لذت ببریم. ماشینی که الان داریم می‌بینیم به نظر خود من یکی از زیباترین نمونه‌های موجود از این ماشین کاپریس کلاسیکه. کاپریس ابتدا در سال 1965 به عنوان تریم لوکس‌تر برای مدل ایمپالا معرفی شد و سپس به عنوان یک مدل مجزا تولید و روانه بازار شد. خودرویی که ذاتاً به عنوان یک خودروی لوکس محسوب میشه. امیدوارم تا اینجا از دیدن این ویدیو و این ماشین لذت برده باشید. لطفاً کانال رو حمایت و سابسکرایب کنید تا من هم بتونم با انرژی بیشتر در خدمتتون باشم. و اما بریم سراغ مشخصات این ماشین. این ماشینی که میبینید موتور 305 5000 سی سی روش نصبه با 165 اسب بخار قدرت و 245 نیوتن متر گشتاوری با یک گیربکس 3 سرعته اتوماتیک که البته برای این خودرو گیربکس 4 سرعته اتوماتیک و 332 نیوتن متر گشتاوری هم براش ذکر شده. و ابعاد این ماشین از لحاظ طول 5405 میلیمتر با عرض 1915 میلیمتر و ارتفاعش 1433 میلیمتره. خلاصه اگه بخوایم بگیم کاپریس کلاسیک رو باید یک ماشین لوکس دوست داشتنی حساب کنیم. لطفاً اگر از دیدن این ویدیو خوشتون اومد این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو هم برای من کامنت کنید و این چنل رو هم برای دوستداران خود رو بفرستید.